این یک کلاهخود جنگی است، نه صرفا چراغش هم شبیه خنجر اجرا یه خنجرش هم بله که دوتا گذاشتن این پشت. جزئیات بگو دیگه خودت. آره این دوتا چراغ عقب، دوتا خنجریه که گذاشته پشتش، این دوتا شیلدی که میبینید همون شیلداییه که گذاشته رو پشت سرش. این قسمت ارداکتی که میبینید دقیقاً همون قسمتیه که میتونن از توش میدان نبرد رو ببینن. اینا همون شیلداییه که روی شونه هاش گذاشتن و این اون کلاهخودیه که گذاشتن رو سرش. این قسمت شیلد برای چانه هست و این قسمت هم برای بینی. داخلش هم قراره مثل یک جوری کسی که داخل این میشینه طراحی داخلش قراره جوری باشه که احساس کنه داخل یک لباس جنگی هست. خب در مورد ماشین خیلی پرسیدیم ولی در مورد خودت نپرسیدیم. در مورد خودت توضیح بده. کجا درس خوندی؟ چند سالته و چی شد که به اینجا برسی؟ من متاسفانه درگیر مهاجرت شدیم، درگیر جنگ شدیم، تو مهاجرت به دنیا آمدم. 26 سال ایران بودیم، 26 سال اونجا بودم. خاطر همین انقدر لهجت شبیه ما. آره لهجه خیلی محیطیه دیگه، تاثیر میذاره. یه روزی یه جایی توی جام رمضانی یه پرچمی دیدم که برام سوال بود چرا این پرچم باید اینجا باشه، اصلا پرچم کجا هست؟ و دوستانم گفتن که این پرچم افغانستان. انقدر بحران هویتی. چه سال؟ 10 سال پیش تقریبا دیگه، 93. ایران بودی هنوز؟ بله. کدوم شهر؟ اصفهان، نجف آباد. و اونجا بحران هویت یه جوری یقم کرد که نشستم کل تاریخی که شاید باید تو 12 سال 14 سال تحصیلم میخوندم، نشستم تو 1-2 ماه کارو تعطیل کردم و نشستم کل تاریخم خوندم. اون موقع تازه فهمیدم من کیم و اینجا دارم چی کار میکنم، برای چی دارم آموزش میبینم و این شد نتیجاً صرفاً اون انجام وظیفه‌ای که باید می‌کردم برای مملکت. کجا تحصیل کردی؟ دانشگاه آزاد نجف آباد. و دبیرستان و مدرسه هم ایران بوده؟ بله، همه زندگیم تقریبا اونجا بود. و الان 10 ساله که رفتی افغانستان، کدوم شهری؟ 5 ساله. 5 سال. 6 ساله الان کابل هست. کابل هستی. بله. خب انرژی که داری از مردم میگیری از اون موقع که این کارو کردی تو افغانستان چطوری بوده؟ یه ذره از اون حال و هوا بهمون بگو. نمیدونم درستی که بگم یا نه، از دست بوسی خیلی اتفاقی تو خیابون دیدم تا 4 نصف شب زنگ زدن و 1 ساعت پشت تلفن گریه کردن و تا اینکه تو خیابون دارم رد میشم یه نفری دستشو میکنه تو جیبم، فکر کنم داره موبایلمو میزنه ولی متوجه میشم که یه پولی گذاشته تو جیبم به خاطر اینکه کمک بکنه. از فقیرترین کشور دنیا 130,000 دلار جمع کردن، یه کشوری که اقتصادش کامل فروپاشیده. این میتونه نشون بده که چقدر مردم این رو دوست دارن. تو افغانستان من یه کارآفرین موفق نیستم، من یه جورایی برادر بزرگتر حساب میشم. این یک ماشین نیست، این یه جور قدیسه و همین بودن اینجا از افغانستان در مقابل اینا با کمک اون مردم نشون میده که مردم چقدر این پروژه دوست دارن. خیلی خوشحال شدم و خیلی انرژی گرفتم. ممنون. موفق